меҳрубон мегӯяд агар ба шарти шумо аз шунидани панду насиҳат худтонро дур кардин, аз гӯш кардани сухани худо пайамбар худтонро маҳрум кардин, ҳар оина худованд барои ин ихтиёри нодурустон шуморо азоби болотон меорад. ровиш ҳазрати ҳузайфа аст разияллоҳу ан. имом тирмизӣ исноди ин ҳадиса ки дар китоби суннани худаш овардааст, иснодша ҳасан мегӯяд. мега ан ҳузайфа разияллоҳу ан عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. برادران عزیز و گرامی، پیامبر نازنین گفتند که اگر در بین امت من زمانی که پند و نصیحت قطع شود، یعنی امتان من دیگر در هر جایی که اگر یک سرجمک جمع شدن و لیکن از قال الله و قال رسول الله خودشون محروم کردن، یا اینکه گوییم دیگر سخنهای همون شاید که گوییم بیهوده شون مهمتر از شنیدن سخن خدا و پیغمبر شود، یعنی ترک سازن، امر معروف و نهی منکر ترک سازن. پیامبر ما گفتن هر آینه خداوند در عوض اینه که شما سخن خدا و پیامبر از محفل هاتون دور کردین، گوش هاتون از شنیدنش خالی کردین، الله مهربان در عوض این برای شما عذاب میاره. برادرای عزیز، عذابهای خداوند گوناگون است. دهقانا میدونن که وقتی اگر ملخ در زراعت بدرویه حالی او زراعت چی میشه؟ خدای مهربان میگه اگر به شرط شما از شنیدن پند و نصیحت خودتان دور کردین، از گوش کردن سخن خدا و پیامبر خودتان محروم کردین، هر آینه خداوند برای این اختیار نادرستان شما را عذاب بالاتان میارد. که من گفتم عذابهای خدا گوناگون است. حتی بین تمام علمای دنیا حتی همین بیماری امروزه آمدگی را هم از عذاب خدا میشمارند، که حتی سرچشمش از حدیث پیامبرمون میگیرن که پیامبر گفت است که وبا این عذاب است. زین لحاظ پیامبر ما گفت وقتی که این عذاب بر بالاتون میاد، عادت مردم همینه که برای دور کردن عذاب یگانه اکو این عذاب دور میکردگی فقط همو روان کننده شد، دیگر قوت مخلوقش نمیرسه، قوت مخلوق نمیرسه. بعد گفت همون خالق ده بعد مراجعت میکنن، دست میبردانن ثم تدعونه، بعد همه کسا دعا میکنن خدایا مقصد این بارش نیست، بین چی که به بارشی هم میشود. پیامبر ما در عوض با چی گفت؟ گفت الله مهربان در این لحظه دیگر دعاهاتون قبول نمیکنه. یعنی شما باید این عذاب بچشید بر آن چیزی که کردین، یعنی بر آن گویم
کاریدگی که کاریدیم باید حاصل شو بگیریم. از مکافات عمل غافل مشو. برادر عزیز، ولی دوملو قید کردن که اگر در منطقه‌ای که عالم نباشد، در منطقه‌ای که عالم نباشد، حقیقتاً تأثیر همون پس بودن معرفت در همونجا احساس می شود. مردم بسیار معرفت ناکیش هستند، بسیار. حقیقتا دیگر مردم حرام از حلال دیگر جدا کردن نمیتونن. مردم دیگر پیشرفت نمیفهمن. معامله را مردم دیگر همه را گم میکنن. انا کمی امر به معروف و نهی از منکر بینین. پیامبر میگه که اذا رأى منکم منکرا فلیغیره بیده. هرگاه شما یا منکرات شرعی را که دیدین با دستاتون تغییر بدید. فإن لم یستطع فبلسانه. اگر با دستاتون تغییر دادن نتونستین با زباناتون بگین. فإن لم یستطع فبقلبه. اگر با دست و با زبان نتونستین، یعنی برطرف کردن همون کاری نادرسته، با قلبهاتون بعدش ببینین. لیکن با قلب پیامبر از افول ایمان گفت نشانه ضعف ایمان تانه. اگر ما امروز برادرای عزیز چگونه در کوچه بینیم که یک کس حقارت داره، ببین گفت پیامبر اگر منش کنیم گویم دادر عزیز این چی کاره تو مثالی بدبختی تو کردی سه؟ آیا همه حقارت تو کردی ای طرفی او به تو بیاید خوشت میآید؟ یا این چی تعلیمه تا کجا مختی خیل باید یک دیگر حقارت کنیم؟ اگر ما همه را ببینیم و خیلی نگذاریم نریم، همه را بیستیم نصیحتش کنیم، بیستیم فهمونینمش، پیامبر مقتیست اگر منکرات دیدی بگو. این اگر نگفتی این نشانه ضعف ایمان تای. برای هر یک کاری نادرستی را که ما دیدیم پیامبر تاکید دارد اگر ما همه کسا بر مقابل همین کارهای نادرستی که امروز مثال ای اخلاقای بسیار پست فرزندامون شکایت میکنیم، از رفتارهای زشت همینا، از شبگردی همینا، از مثال الکگال و مثال این همین سیگاریت و از همین نوعهایی که با تبلت کوی برآمده است که مثال تبلت را استفاده میبره میگه قریب 3 ساعت و 4 ساعت دیوانه خواه. اگر ما صدی روی بیاره هممون بگیم و بگیریم میدونم چقدر جامعه ما تازه خسرو میشود. سخن پیغمبر است. شاعر میگه راه هست و چاه و دیده بینا و آفتاب. میگه که راه هست و چاه و دیده بینا و آفتاب تا آدمی نگاه کند پیش پای خویش. چندین چراغ دارد و بیراه می رود، بگذار تا بیفتد و بیند سزای خویش. یعنی این قدر نصیحتگرا باشد، این قدر دلالت کننده ها باشد، چراغ باشد. گفتش چراغ و آفتاب همین دلالت کننده و عالما است. بازم همین کمی آدم برای در چاه بزنه بگذار میگه درم داخلی چاه باشه. از این لحاظ برادران عزیز و گرامی برای ما خیلی و خیلی همین نشست ها امروز در جامعه ما بسیار در کاره. اگه من دوست می داشتم که این خیلی نشست ها را مقصد در نوع زلای کلام کنم، این خیلی برنامه نشست در تلویزیون ها کنم که برای مردم درباره مثال تمامی همون ترتیب و تعلیم و تربیه‌ای که تاجیکی ما باید داشته باشد اینها را مردم ما باید آموزن. آخه مردم ما باید بدانند. انشاءالله بعدا ما هم البته به همون تعریف و توصیفی که دیگر ملت ها را
از رفتاراشون و از نشستاشون و از گفتاراشون میکنن، ما هم انشاءالله دیگر از این سطحهای خیلی بگیم جنایت و از سطحهای کروپسیا و از همه این پد انشاءالله ما پایان میریم، خوب میشیم، نقض میشیم. همه اینها برادر عزیز فقط از روی تعلیم، از روی گفتگو هست. خدا برکت داده ما عبدالرحمن که بسیار قبلا هم گفتیم بسیار محبت دارن، اخلاص دارن. بگذار همین اخلاص و محبت خدای مهربان در قلب دیگر عبدالرحمن ها هم جا کنه و بگذار جوانای ما، خواهرای ما، کلانترای ما همه نصیحت در احتیاج دارن. همه این دین خودش نصیحت هایو، همه ما احتیاج به نصیحت داریم. خدا کند که هم خیلی نشسته ها مانه و گفتگوها مانه زیادتر کنند تا که امروز یکی از چیزهای بسیار تشویش آور زندگی ها شده گرد. ببین اگر همین دخترای ما، بچه‌های ما اخلاقی خوب داشته باشند، همین قد تشویش هایی که امروز در زندگی های اینها هم انشاءالله در همین گفتگوها و در همین شنیدنی ها همش برطرف می شود. حاضر برادرها وقتی بچه قطعی دخترک زندگی را برپا میکنن، بین 3-4 ماه ناآمدی و نافهمی که میشود دست زنش را میگیره پیش داملا میاد، ما را نصیحت کن که دیگر را نفهمیدستیم. اگر همین پیشتر از همون زندگی هاشون میفهمیدن دیگر یک قصد سرگردان نمیشیدن. الله خیبت همه مانا به خیر، ایمانا مانا با سلامت و اخلاصی یقین ها مانا با بدین خدا زیاد کنه و این بابی عبدی را همراه کمپیرش، همراه فرزندکاش، همراه مهماناش خداوند در پناه رحمت عصمتش نگهبان باشد. آمین یا رب. السلام علیکم و رحمت الله و